شکات محترم، تمام متهمینی که دستگیر شدن مقابل شما هستن صورتشون باز هست، با دقت نگاه بکنید و مطمئن بشید که به اشتباه کسی رو معرفی نکنید و کسانی رو که در صحنه دیدید بگید که کدوم ها بودن و این که چه اتفاقی برای شما افتاده، چه خسارتی به شما وارد شده. من شما شروع میکنم، بفرمایید. ما رهگذر بودیم، بله. خیابون پنجم نیروهوایی فلکه دوم، بعد دور فلکه بین اینا موندیم. اینا همشون تک تک بودن، موتور بنده رو تخریب کردن. من این آقا رو دیدم، اون آقا رو دیدم، موتور منو زده دور میدون میدیدمش. موتور بنده رو تخریب کردن، فلپای موتورم خورد شده، چراغای جلوی موتورم خورد شده. بنده خدا اون ترک من بوده، دوستم داشتیم رد میشدیم، رهگذر بودیم. سرشو زدن، دستشو زدن، ساعتش خورد، گوشیش افتاد. من دیدم گوشی رو. شما میگید که همه بودن؟ بله بودم. شما چی؟ شما با هم بودید؟ شما نظر خودتون رو بگید. با هم بودیم. من پشت موتور رفیقم بودم. وارد اینا که شدیم اولین ضربه رو به دست من زدن که گوشیم دستم بود، ساعتم هم دستم بود، ساعتم شکست، گوشی افتاد زمین. بعد گوشی برداشتن. بین این افراد گوشی تو کدومشون بود؟ همشون بودن، ولی کسی که یادم اولین نفر، سومین نفر، این بله. از اینجا به بعد همشون بودن. همشون؟ بله. شما چه اتفاقی براتون افتاده؟ منم جلو در مغازه مشتریمون رو انداختیم که درگیر شدن. در محل واحد سنتری مشغول فعالیت بودید، حمله کردن و اومدن. این دوستایی که الان جلو وایسادن همشون بودن. من این بنده خدا رو فکر کنم ندیدم اصلا اونجا. از بین اینا ایشونو من ندیدم. آره. موبایل دیگه بودن. آره. خسارت هم به شما وارد شد. ماشین رو زدن، موتور رو زدن، خورد کردن. یعنی خودرو شخصی شما رو وحشت بودن. بچه مردم کردن. غذا فروشی داریم اونجا، همه فرار کردن اومدن تو مغازه من. باعث رعب و وحشت برای مردم شدید. شما چه اتفاقی افتاد؟ روز حادثه منم با همسرم رفته بودیم اونجا فلکه دوم نیروهوایی غذا بخوریم که این آقایون اومدن اونجا با قمع و شمشیر فحاشی کردن و بعد ماشینای مردم رو تخریب می‌کردن. موتورسیکلت بندرم با 2 تا شمشیر زدن، موتور بندرم تخریب کردن که دیگه جوری شد ما از ترس فرار کردیم رفتیم توی مغازه پسر خالم. کدوم یک از شما زخمی شدید؟ شما من زخمی شدم. کجا زخمی شده؟ ایشون کسیه که در جریان این شرارتی رو که توسط نوازه باش اتفاق میفته، هم از ناحیه دست به این شکل مجروح و مصدوم میشه، هم از ناحیه سر که بخیهای مختلفی رو سرش ایجاد کردن و سپس به بیمارستان منتقل میشه. سایر کسانی که باز بودن به همین شکل هر کدومشون یا خودشون یا خانوادهشون که همراهشون بوده آسیب دیدن. 2 تا گروه با تقابلی که با هم دیگه داشتن با قمه و شمشیر به جون هم افتاده بودن و شما دیدید که ناشی از این که علاوه بر اینکه هم دیگه رو میزدن مردم رو هم مورد بیشتر مردم رو مورد از آزار قرار دادن. مردم رو